سخن درباره مرد می رود که ظهور او تنها یک تغییر سلاله پادشاهی نبود، بلکه انقلاب بود که ماهیت خلافت اسلامی را از ریشه دگرگون ساخت. ابو مسلم که فرزند خراسان و پرورده اسلام ناب بود، برخاست و با شمشیر تدبیر و تبرزین جسارت بینای پیشینه را ویران کرد. قیام او سبب گردید تا محور قدرت از عصبیت محض به سوی عمومیت اسلامی و فراگیری عمومی تغییر یابد. در دولت بنی عباس که او معمار آن بود، دینداری و صداقت به خاندان پیامبر معیار گردید. ابن خلکان در وصف ابو مسلم آورده است که او مرد بود کوتاه قد، گندمگون، زیباروی، شیرین، پوستش پاک، چشمانش سیاه و درشت، پیشانیش فراخ، ریشش نیکو، مویش دراز، آوازش پست و با زبان عربی و فارسی فصیح سخن میگفت. توصیف او در تسلطش به دو زبان نشان میدهد که او نماد پیوند دو فرهنگ، عرب و عجم بود و همین خصلت به او امکان داد تا بزرگترین امپری زمان را به زانو درآورد. ابو مسلم به آنها آموخت که شمشیر خراسانی میتواند تخت خلیفه را در عراق و شام سرنگون سازد. وی توانست نیروی پریشان دهقانان، موبدان، مولایان و حتی عربهای مقیم خراسان را در زیر یک پرچم سیاه اهل بیت متحد سازد. این اتحاد نه تنها سیاسی بلکه فرهنگی نیز بود. از این رو ابو مسلم را میتوان پدر سیاسی خراسان اسلامی نامید. به درک شخصیت او فهمیدن ظهور بعدی سلاله های طاهریان، صفاریان و سامانیان غیر امکان است، زیرا او راه را برای استقلالیت خواهی شرقیان مسلمان هموار نمود. جای تعجب است که چگونه یک مرد تنها که نسبش در پرده ابهام بود توانست چنین شورش در عالم برپا کند که صدای آن تا به امروز در گوش تاریخ میپیچد. در شناخت این مرد بزرگ به هر روایت نباید تکیه کرد، زیرا دوستان در وصفش غلو کردند و دشمنان در حقش تهمت ها بافتند. ما در این پژوهش سرچشمه ها را به سه گروه تقسیم و نقد میکنیم. کتاب هایی که در دوران اول بنی عباس نوشته شده‌اند کوشش کردند که نقش ابو مسلم را همچون یک خدمتگاری وفادار نشان دهند که تنها اجرا کننده فرمان ابراهیم امام بوده است. هدف این روایت ها کمرنگ کردن استقلالیت و نبوغ سیاسی است. مورخان سنتی جانبدار اهل حدیث و یا مؤلفان کتاب های فرقه شناسی مثل شهرستانی و بغدادی ابو مسلم را گاه به زندقه، گاه به سحر و جادو و گاهی به دعوای پیامبری متهم کردند. این گروه قیام او را آغاز فتنه های دینی در شرق می‌دانند. ما تکیهگاه اصلی خود را بر بزرگترین آثار تاریخ نگاری اسلامی یعنی تاریخ طبری قرار می‌دهیم. ابو جعفر طبری که خود زاده تیلستان که در نزدیکی خراسان بود، روایت ها را با امانت بیشتر نقل کرده است. همچنین از مروج الذهب از ابوالحسن مسعودی استفاده خواهیم کرد که نگاه تحلیلیش به واقعه ها عمیق‌تر است. ابن اثیر در الکامل درباره زیرکی و دوراندیشی ابو مسلم چنین آورده است که ابو مسلم بنا به ذکر اصحاب تواریخ از بزرگترین مردمان در زیرکی و سیاست بود و او را نظر در عاقبت کارها بود. در کتاب‌های انساب و تواریخ درباره پدر و نیاگان او اختلافی بسیار است. گروه او را غلام از اصفهان دانستند و گروه او را از آزادگان مرو. بعضی مورخان حتی او را به قبیله‌های عرب نسبت داده گفتند که نامش ابراهیم ابن عثمان بود و از نژاد عرب‌های مقیم خراسان. اکثر محققان و روایت‌های محلی بر اینند که او از نژاد عجم بود. در بعضی منابع از جمله در اخبار الطوال ابو حنیفه دینوری آمده است که نسب او به بزرگمهر وزیر دانشمند انوشیروان ساسانی میرسد. این هرچند شاید از جهت بیولوژی ثابت نباشد، اما از جهت ایدئولوژی بسیار مهم است، زیرا پیوند او را با حکمت و دولتداری فارس‌های قدیم نشان می‌دهد. نام اصلی او را بهزادان پوری ونداد هرمز نیز گفتند که کاملا فارسی است، اما وقت به خدمت ابراهیم امام پیشوای مخفی عباسیان رسید، امام به او فرمود که نام و کنیت خود را عوض کند تا شناخته نشود. در این مقام تحلیل دقیق لغت شناسی ضرور است. نام ابو مسلم، پدر مسلم و لقب خراسانی منسوب به خراسان یک انتخاب تصادفی نبود، بلکه یک لایحه سیاسی بود. کنیه ابو مسلم اشاره بر آن دارد که او پدر و حامی هر مسلمان است که از ظلم به داد آمده است، ناوابسته از نژاد. این نام او را از قید قبیلگی مثل تمیمی یا قیسی یا یمنی رها می‌کرد. ابراهیم امام به او لقب امین آل محمد را داد. این عنوان به او قدرت معنوی بزرگ بخشید و او را در چشم
مردم همچون نماینده مستقیمی خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم جلوگر ساخت. و تبری در ذکر واقعه سال 128 هجری می نویسد که آنگاه ابراهیم امام ابو مسلم را به سوی خراسان فرستاد و به او گفت تو مرد از ما از اهل بیت هستی و او را به اطاعت نقیبان امر کرد. این جمله تو مرد از ما از اهل بیت هستی کلید موفقیت او بود. این حکم سیاسی ابو مسلم عجمی را در ردیف عرب‌های قریشی قرار داد و سد نژادی را شکست. ابو مسلم در آغاز کار نه به زور بازو بلکه به قوت تدبیر تکیه کرد. او درک نموده بود که خراسان چون انبار باروت است و تنها یک شراره کفایت میکند تا عالم اسلام را به آتش کشد، اما این شراره باید در زمان مناسب و با شعار دقیق زده میشد. راهبردی ابو مسلم بر دو پایه اصلی استوار بود. نخست شبکه پنهانی. ساختار دعوت عباسی بسا پیچیده و سری بود. ابو مسلم ساختار عبارت از 12 نقیب یعنی سرگروه و 70 داعی مبلغ را که ابراهیم امام طرح ریزی کرده بود در سراسر خراسان و ماوراء النهر فعال ساخت. این داعیان شبها در مجلس‌های خاص مردم را از ظلم بنی امیه و فضیلت اهل بیت آگاه می‌ساختند و آنها را به بیعت می‌خواندند به آنکه نام دقیق امام را ذکر کنند. دوم، شعار دو پهلو. زیرکترین تدبیر ابو مسلم انتخاب شعار الرضا من آل محمد یعنی خوشنودی و رضایت از دودمان پیامبر بود. این شعار یک معمای سیاسی بود. شیعیان طرفدار علی رضی الله عنه گمان می‌کردند که منظور یکی از فرزندان فاطمه است. سنیان تقوادار گمان می‌کردند که هر کسی از قریش عادل باشد انتخاب خواهد شد. مولایان یعنی غیر عرب ها تنها خواهان سقوط امویان بودند. همین طور ابو مسلم توانست تمام گروه‌های مخالف را زیر یک پرچم متحد سازد پیش از آن که حقیقت دعوت یعنی حکومت بنی عباس آشکار شود. چنانچه مورخان بزرگ اتفاق دارند که لحظه ترکیش انقلاب در شب پنجشنبه 25 ماه رمضان سال 129 هجری در دهه سفیدنج یا سیکدنج در نزدیکی مرو فرا رسید. ابو مسلم فرمان داد تا پیروانش جامه‌های سیاه بر تن کنند و پرچم‌های سیاه را که از جانب امام فرستاده شده بود و آنها را سایه، ظل و ابر، سحاب نام می‌بردند برافرازند. این رنگ سیاه دو پیام داشت. یک ماتم شهیدان اهل بیت بخصوص زید ابن علی و یحیی ابن زید و دیگر مخالفت با رنگ سفید که شعار امویان بود. در آن شب ابو مسلم بر منبر برآمد و نخستین خطبه آشکار خود را به تلاوت این آیت قرآن آغاز کرد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. این آیت همچون فتوای شرعی برای آغاز جنگ مسلحانه خدمت کرد و مردم خراسان که سالها منتظر چنین فرمان بودند گروه گروه با تبرزین‌ها و چوب دست‌ها که بعدتر به شمشیر مسلح شدند به او پیوستند. در این هنگام والی خراسان از جانب امویان پیرمردی با تجربه به نام نصر ابن سیار بود، اما ابو مسلم از تفریقه قبیلوی به نفع خود استفاده برد. قبیله های عرب در خراسان به دو گروه دشمن یمنیان و مزریان تقسیم شده به جان یکدیگر افتاده بودند. ابو مسلم با مهارت بی‌نظیر دیپلماتیکی گاه با کرمانی دوستی میکرد و گاه نصر را فریب میداد تا آن دمی که هر دو ضعیف شدند. وقتی نصر ابن سیار خطر واقعی ابو مسلم را درک کرد الکی دیر شده بود. او نامه مشهور خود را به خلیفه مروان حمار نوشت و در آن این ابیات تاریخی آمده است: ارا خلل الرماد و میض نار و یوشک ان یکون له ضرام فان النار بالعودین تذکى و ان الحرب مبدأها کلام. اما خلیفه در شام گرفتار شورش‌های دیگر بود و به نصر یاری نرساند. ابو مسلم سپاهیان خود را تحت فرماندهی لشکر نابغه قحطبه بن شبیب به سوی غرب روانه کرد. این لشکر همچون سیل خروشان از نیشاپور، جرجان برای گذشت و لشکرهای اموی را یک پی دیگر تارمار کرد. نقطه اوج این راهبردی پیروزی نهایی در نبرد زب بود که در آن سپاه خراسان بار نخست ارتش اساسی خلافت را شکست داد و راه را برای تأسیس دولت عباسیان هموار نمود. و در اینجا بود که ابو مسلم نه تنها یک شورشگر بلکه همچون صاحب دولت و معمار نظام نو شناخته شد.
چون گرد سپاه فرو نشست و پرچم‌های سیاه بر بام قصرهای امویان سایه افکند، ابو مسلم شمشیر را در غلاف نکرد بلکه آن را به عصای حکومت تبدیل داد. او در مرو اقامت گزید و خراسان را که تا آن روز تنها یک ولایت خراجگزار بود به مرکز قدرت واقعی عالم اسلام تبدیل داد. در این مقام استعداد ابو مسلم در دولت سازی از مهارت جنگی او کمتر نبود. چون خلافت در کوفه به ابوالعباس صفاح نخستین خلیفه عباسی رسید، مناسبت میان شمشیر ابو مسلم و تخت صفاح پیچیده و حساس گردید. صفاح مرد سیاستمدار بود، اما در برابر ابو مسلم احساس ضعف میکرد و میدانست که تخت او بر نوک نیزه های خراسانیان استوار است. ابو مسلم از مرو پیک ها میفرستاد و در امور مهم خلافت دخالت میکرد. حتی وزیران خلیفه بدون رضایت ابو مسلم تعیین نمیشدند. یک نمونه بارز این قدرت قتل ابو سلمه خلال، وزیر مقتدر عباسیان در عراق است. این حادثه نشان میدهد که دست ابو مسلم تا کجا دراز بود. او از خراسان وزیر خلیفه را در عراق حکم به مرگ میکرد و حکمش بیدرنگ اجرا میشد. در اصطلاح سیاست شناسی معاصر ابو مسلم نقش خلیفه ساز یا پادشاه ساز را بازی میکرد. او کسی بود که صفاح را بر تخت شناند و دشمنان او را نابود کرد. اما تاریخ ثابت کرده است که هیچ پادشاه دوست ندارد که مدیون ابدی یک سرلشکر باشد. قدرت ابو مسلم بر سه عنصر استوار بود. کاریزمای شخصی، مردم خراسان او را نه تنها یک عامل بلکه همچون یک نجات بخش و حتی دارای قدرت مقدس میدانستند. دوم، وفاداری سپاه، فرماندهان ارشد چون قحطبه و پسرش گوش به فرمان او بدند. سوم، هیبت او چنان بود که به قول ذهبی او به سبب تهمت میکشت و به بدگمانی مؤاخذه میکرد و شمار کسانی را که او با شکنجه میکشت چون کشتگان را شمردند 600,000 نفر بودند. رقم 600,000 ممکن است مبالغه مورخان باشد، اما نشانه خونریزی بیرحمانه او در راه تحکیم قدرت است. همین قدرت و هیبت بود که صفاح را مجبور میکرد تا با او مدارا کند. اما برادر صفاح ابو جعفر منصور که بعدتر خلیفه شد این وضعیت را تحمل نداشت و از همان زمان تخم کینه ابو مسلم را در دل میکاشت و چون ابو جعفر برای بیعت گرفتن به خراسان رفت و شوکت ابو مسلم را دید، به برادرش صفاح گفت: ای امیرالمؤمنین، تا این مرد زنده است تو را خلافت راست نآید. چون ابوالعباس صفاح در سال 136 هجری از دنیا رفت و برادرش ابو جعفر منصور بر تخت خلافت نشست، زمان برخورد ناگزیر فرا رسید. قاعده سیاست چنین است که پادشاهی نازاز چون خویش و تبر را نمیشناسد و به قول سعدی در یک اقلیم دو پادشاه نگنجد. منصور مرد بود سختگیر، بخیل، سیاستمدار و بسیار دوراندیش. او خوب میدانست که تا ابو مسلم در خراسان زنده است و سپاه خراسانی او را اطاعت میکند، خلیفه بغداد تنها یک صورت بیش نیست. نخستین شراره نزاع در سفر حج سال 136 هجری پدید آمد. ابو مسلم از خراسان آمد و در مسیر مکه چاه‌ها کند، کاروانسرای‌ها ساخت و به مردم لباس و درهم بخشید. شهرت سخاوت او چنین شد که نام منصور که آن زمان ولی عهد و امیر حج بود در سایه ماند. منصور این تحقیر را فرو برد، اما در دل قسم خورد که این عجمی مغرور را از میان بردارد. در آغاز خلافت منصور عمک او عبدالله ابن علی که فاتح شام بود دعوای خلافت کرد. منصور در اینجا از مکر سیاسی استفاده برد. او ابو مسلم را فرستاد تا با عمکش بجنگد. هدف منصور این بود که ابو مسلم کشته می شود و من خلاص میشم، یا عبدالله کشته می شود و رقیبم نابود میگردد. ابو مسلم با مهارت نظامی عبدالله ابن علی را در نبرد نصیبین شکست داد، اما چون پیروز شد منصور پیک فرستاد و طلب کرد که غنایم را بسپارد. این عمل غرور ابو مسلم را شکست. ابو مسلم خشمگین شد و گفت: آیا من در خون ریختن امینم اما بر مال و زر امین نیستم؟ و راه خراسان پیش گرفت. منصور دستور داد که ابو مسلم از والی خراسان محروم و به والی مصر و شام تعیین شود. این یک نیرنگ بود تا او را از پایگاه قدرتش خراسان جدا کنند. ابو مسلم این فرمان را رد کرد و آشکارا سرکشی نمود. در این هنگام نامه‌های منافقانه منصور آغاز شد. او ابو مسلم را عمک خطاب میکرد و قسم میخورد که قصد بدی ندارد و ابو مسلم که در میدان جنگ شیر بود، در میدان سیاست فریب قسم‌های منصور را خورد.
و سرانجام ابو مسلم به پای خود به قربانگاه رفت. او به شهر رومیه نزدیکی مدائن آمد، در حالی که منصور 4 نفر از جلادان با اعتماد خود از جمله عثمان ابن نهیک را در پس پرده پنهان کرده بود. طبق روایت دقیق طبری و ابن اسیر، چون ابو مسلم وارد شد، منصور نخست با او گرم گرفت، سپس آهنگ دیگر کرد و با شماریدن گناهان او پرداخت. گفتگوی تاریخی آنها چنین ثبت شده است: منصور با خشم گفت: چرا دختر عمک من عبدالله ابن علی را خواستگاری کردی؟ آیا غلام را میرسد که به خاندان خلافت چشم دوزد؟ ابو مسلم عذر آورد. منصور فریاد زد: یا ابن الخبیث انت فاعل ذلك، ای پسر زنی پلید، تو که چنین کردی. سپس منصور دست به هم زد که این اشارت قتل بود. جلادان از پس پرده بیرون جستند و بر او حمله کردند. عثمان ابن ناهیک ضربه بر پای او زد. ابو مسلم فریاد کشید: استبقینی یا امیر المؤمنین، مرا برای دشمنان از زنده نگه دار ای امیر مؤمنان. منصور پاسخ داد: و ای عدو اعدى منک، و کدام دشمن است تو دشمن تر است. و در این لحظه شمشیرها جسم معمار خلافت عباسی را پاره پاره کردند. جسد او را در گلیم پیچاندند و در گوشه قصر پرتافتند. چون وزیران و سرداران سپاه که منتظر ابو مسلم بودند پرسان شدند، منصور سری بریده او را به نزدشان پرتافت. بدین سان در سن 33 یا 35 سالگی آفتاب عمر مرد که دنیا را تکان داده بود غروب کرد. منصور پنداشت که به قتل ابو مسلم آتش فتنه را خاموش کرد، اما غافل از آن بود که خون ابو مسلم چون نفت بود که بر خرمن خراسان پاشیده شد. مرگ او سلسله شورش‌های دهشتناک را به وجود آورد که هدفشان نه تنها انتقام، بلکه سرنگونی خلافت عباسی و گاه احیای دین‌های کهن ایرانی در لباس اسلام بود. این جنبش‌ها را در تاریخ مسوده یا ابو مسلمیه می‌نامند. مهمترین پیامدهای آن چنین بود: هنوز کفن ابو مسلم خشک نشده بود که سنباد، یکی از یاران مجوسی او، در نیشاپور برای برخاست. او اعلام کرد که ابو مسلم نمرده است، بلکه به صورت کبوتری سفید پرواز کرده است و همراه مهدی ظهور خواهد کرد. سنباد توانست آتش پرستان، مزدکیان و شیعیان افراطی را گرد هم آورد. شعار او خونخواهی ابو مسلم بود، اما هدفش ویران کردن خانه کعبه. نظام الملک در سیاستنامه درباره عقیده پیروان او می‌نویسد که آنها گفتند که همانا ابو مسلم نمرده است و او زنده است و روزی داده می شود و به زودی خروج کند و زمین را از عدل پر سازد. در ماوراء النهر مرد به نام هشام ابن حکم مقنع دعوا کرد که روح الهی از ابو مسلم به او انتقال یافته است. این جنبش که به نام سفید جامگان مشهور است سالها دوام کرد. عجیبترین پیامد حیات ابو مسلم این است که چگونه یک سیاستمدار خونریز و سختگیر در خاطره تاریخی مردم تاجیک و ایرانی به یک اولیا و پهلوان تبدیل یافت. در عصرهای بعدی داستان ابو مسلم نامه تالیف شد که در چایخانه‌ها و بازارها خوانده میشد. در این داستان‌ها ابو مسلم دیگر آن سیاستمدار مکار نیست، او یک پهلوان بی‌نظیر است که با تبرزین خود اژدها و دیوها را میکشد و حق مظلوم را از ظالم میستاند. تا دیرگاه مردم در خراسان باور داشتند که او نمرده است، در کوه‌ها پنهان است تا روز گردد و ظلم را ریشه‌کن کند. این باور نشانه آن است که ابو مسلم از شخصیت به آرمان تبدیل یافته بود. انقلاب فرزندخوار است و عادتا انقلاب سری فرزندان خود را میخورد. ابو مسلم خراسانی نمونه برجسته فاجعه انقلابگر است. او با هوش و شمشیر خود بینای خلافت عباسی ساخت که سرانجام خود او را در زیر دیوارهای خود دفن کرد. او مسیر تاریخ اسلام را تغییر داد. تا حتی بعضی‌ها ادعا دارند که اگر ابو مسلم نمیبود شاید فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در زیر فشار سیاست نجات پرستانه والیان اموی ضعیف میشد یا از بین میرفت. او دولت ساخت که در آن وزیران مثل برمکیان و والیان مثل طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگران، عالمان و سپاهیان خراسانی نقشی اساسی داشتند. و سخن را به قول ابن اسیر به پایان میبریم که در حق او گفته است که ابو مسلم مرد بود شجاع، پیشگام، بخشنده، سخاوتمند و از اموال پاک دامن که هیچ درهم و دیناری از خود باقی نگذاشت. هر کی بر تخت قدرت تکیه زند عاقبت بر خاک حسرت نشیند، اما نام مردان بزرگ خواه به نیکی و خواه به زشتی بر صحیفه روزگار و تاریخ جاودان خواهد ماند.